همیشه ششتیم کی بیا وطن ما رو جور کنه. مردم خود دیوانه نیست بیا وطن تو رو جور کنه. نازنینم توی که از خود نمیکنی دیگه بیا دیگه میاد بله لیتیوم تا میبره، یورانیوم تا میبره، طلای تا میبره، زمرد تا میبره، خوبترین انار دستچین تا میبره، هر چیز تا میبره. جور میکنه کمی کرفت فورم پس مشکنانه زیاده شه. وطن اگه خودت نسازی بیگانه برات نمیسازه. بنانی اطمینان اول سر توانایی خود ما، بعدش سر یاری خداوند متعال که ما را حمایت میکنه. خودش گفته کسی که ایمان بیاره من از او دفاع میکنم. تو ایمان نآوردی، خودش گفته توکل کنیم از تو کفایت میکنم. خیر ما تو سر ایمان خود باید شک کنیم که باور نداریم. بعدش سر مردم باور داشته باشیم. مردم خوب است، ما کلی گیره بد فکر میکنیم غیر خود. ما فکر میکنیم خوب دنیا ما هستیم دیگه کل مردم در جان بزن و فریبکار است. اترونی و سر آینده اطمینان داشته باشیم که یک آینده خوب جور میتونیم. این باور شکسته ما فکر میکنیم نه هیچ آینده ما خوب نیست، جور نمیشه. چرا نمیشه؟ یک معدن آجیگه که خدا بتونیم مدیریت کنیم کل ما رو نان میده. مثل اینک خوبان صدها دیگه لیتیم که شما میفهمید امروز کلی تلفن در دستان از بود لیتیم کار نمیکنه و ما از هر جای دنیا که زیاد داریم. فقط باور ما شکسته است.